پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، خصوصا خطاب به جوانان، میگه اگر جوونی جنس مخالفی بینه جذاب باشه، چشمش بره که نگاه بکنه، اونجا عظمت و بزرگی خدا یادش بیاد، فقط به خاطر خدا، نه به خاطر چیز دیگه. چشمش بندازه پایین، همون لحظه خدا حلاوت ایمان رو تو دلش بهش میچشونه، همونجا نق والله اکبر، تعظیم خدا. تو وقتی الله اکبر میگی دیگه همه چی غیر از الله اصغره. دیگه یک مشکلاتی تو زندگیت پیش بیاد که به اندازه کوه باشه، در مقابل ایمانت به رب العالمین ناچیز میشه. ایمان تو و خدای تو و رب تو از همه مشکلات ما و شما بزرگتره. تسبیح خدا، تحمید خدا، توحید خدا، تعظیم خدا، و ختمش کرده با گنجی از گنجهای بهشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه. هر وقت تو رو دعوت به کار خیری، کار بزرگی میکنن، بگو لا حول ولا قوة الا بالله. وقتی مؤذن میگه حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، دیگه کلمه رو تکرار نمی کنی، این دوتا جمله میگی لا حول